که امروز تمام مردم از همین مقامات میترسد. حالا هر کسی که اندازه ذره در مقابل همین مقامات حرف میزند، او رو چکار میکنن؟ دستگیر میکنن، لطوکوب میکنن، میبرن پشت پنجره میشونن. حتی تا اون درجه سطح ترس هر روز در جامعه ما زیاد شده است که یک انسان میتواند در اروپا زندگی کند، آزادانه هر کار میخواهد در اینجا انجام بدهد، ولی وقتی که به وطن میرود از وطن میترسد و در مقابل هیچ نفر هیچ کاری انجام دادن نمیتونه. ولی در امریکا، در اروپا، در روسیه تمام کارها را دست میزند، بلوگری میکند، دخترای مردم غم میتند، پلیس هم میرود غم میتند، اذیت میکند، میرود در پیش پلیس نماز میخواند، هزارها مشکل ایجاد میکنند، هیچ کس با حرفی نمیزند. ولی همین کار در داخل تاجیکستان انجام داده میشود. با او چیکار میکنن؟ اتهام وارد میکنن، با او تهمت میزنن، با او پرونده باز میکنن، میبرن زندانش میکنن. حتی اگر در خارج کشور هم نیست، اندک تنقید کرده در مقابل همین مقامات، در مقابل ملیسای تاجیکستان، فردا به سر خانه میان میره. یکی از نمونه‌های مثالش بیاد، یک نوار چند روز پیش به شوخی و هزل در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که این مسئله بسیار وابسته عمیق دارد به برنامه ما. اگر که ما هفته بعدی مشکل داشتم که نمیشد ویدیوها را به نشر گذاشت، ولی این هفته هم کوشش میکنم اگر مشکل داشت با من خبر کنم. خب این یکی از نوارهایی است که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدگی است. اگر شما بدونید به اسم شهرام، در پخش مستقیم این بچه که میبینید بچه‌های زیاد در داخل تاجیکستان هستند و این نفر در امریکا زندگی میکند و بسیار در امریکا مسخره بازی میکند، تمامی کارهای غیر اخلاقی که هست انجام میدهد و نوار میگیرد، بلوگری میکند. خب دیگه زندگیش از روی همون پیش میبرد، شاید به خوبی به شوخی به این درجه پیش میرود. حالا کارش به مقامات تاجیکستان نیست، ولی در امریکا هر کاری میگه میخواد میکند، شوخی میکند، گاه وقتی حقارت هم میکند که دور از اخلاق است، ولی هر کاری میخواد انجام میدهد. یگان مقام امریکایی به این هیچ گپی نمیگوید و این حتی از همون مقامات امریکایی ترس هراس هم ندارد. هر کاری که میخواد انجام میده چون میدوند که آزادی وجود دارد و برای او هیچ چیز تهدید نمیکنه. بیا ببینید که در مسئله مقامات تاجیکستان چی میگوید. اگرچه این مسئله شوخی است، این نفر شوخی کرده بود در این پخش مستقیمش، ولی به حقیقت تاجیکستان ربط دارد. اگر آواز نباشد برادران مرا خبر کنید، چون میتواند مشکلی آواز باشد. فهمیدی امریکا دوری کردیسی. من در دوشنبه رام بیام، من والله بالله قسم از امجون تا الله میترسم ای حکومت تاجیکستان دیگه یگان کس نمیترسم را نکنی دور و دور. حتی ملیسای تاجیکستان میترسم تا آخر همه اول چیزا سخت میشه. شما دیدید میگه که من تنها از الله میترسم و از ملیسای تاجیکستان میترسم. مال توجه صدو در شما را من ایران نمیدونم. و میگه من در امریکا تمامی کار میکنم. مردم سوالش دادن که نمیترسم، میگه که من تنها از الله میترسم و از ملیسای تاجیکستان، از حکومت تاجیکستان. در برابر ترس از الله علاوه میکنه ترس کی را؟ ترس ملیسای تاجیکستان. یعنی سطح هراس از حکومت تا اون درجه زیاد شده است که این نفر در امریکا زندگی میکند، میدونه که در امریکا هیچ خطری به تهدید نمیکند، میتونه در مقابل حکومت تاجیکستان هر حرفی هم بزند، نسبت او پرونده باز نمیکنن، کار نمیکنن، زندانش نمیکنن. ولی ترس هراسی که برمیگردد به تاجیکستان او را زندان میکنن، ترس هراسی که او را شکنجه میکنن، ترس هراسی که او را خانواده‌اش را اذیت میکنن، چیکار میکنن؟ سری راهش را میگیرد، میگه که نه، من از پروردگار، از الله میترسم و از کی میترسم؟ از حکومت تاجیکستان. و بعدن قگ میسد، میخندن، میگه از ملیسا. حتی واکنش همین بچه‌ها را ببینید، وقتی میگه از ملیسا میترسم، همین بچه‌هایی که در همین اطراف شدگن همینا را ملکه میترسن وقتی اسم حکومت هم میگیرم ملیسا را. با اندازه میخندن، پیشنهاد که هم خنده، حتی خنده و همه چیز نتوه که اگر خنده هم تو چیکار کرد امکان داره که فردا ما رو ببرن زندان. وقتی که ما میگیم که ترس هراس حقیقت داره و واقعا مردم از امروز از حکومت میترسن، این مسئله است که خود مردمی را آشکار میکنن، خود مقامات اونقدر فشار آوردن که اونقدر سخت گرفتن که جوانان حتی حق حرف زدن ندارن، حق گفتن یک چیز بیان کردن او را ندارن. یک نقطه رو امروز حرف میزنی، فردا به در خونت میرود.
نیمی تاجیکستان را امروز بس کردن. نیمی تاجیکستان امروزه حکومت تاجیکستان یک حکومت چیزی است، امنیتی چیزی است. در یک خانواده 3 نفر باشه، 1 نفر امروز بس کرده. در یک محله 4 تا جوان باشد، 3 تا امروز بس کرده کیه. روزی با یک برادر صحبت کردم که تاجیکستان امروز 50% بس شدگی، 50 نفر 50% برای 50% دیگه کوشش میکنن، 50% دیگه را بران زندان کنن. یعنی تو اون درجه را داخل وطن ما امنیتیش است که 50 تا 50 شدگی از 50 نفر 50 از اگر 100 نفر در تاجیکستان زندگی کنند، 50 نفرش کارمند مقامات پشت پرده شدگی است که این 50 نفر دیگه را چیکار کنه، کنترل کنه، برای زندان بکنه. به همین اساس است که یگان کار کردن نمیشود. در دوران شوروی با این قدر سختگیری هیچ کس نمیتوانست طرف ما دست درازی کند، نمیتوانست درس قرآن ما را ممنوع کند. زیر پدول ها تمامی ملا و چیا درس میدادن و هیچ مشکلی ایجاد نمیشد. و ما میدیدیم که مسجدهای ما باز بودن، مردم نماز میخوان و میدونیم که حجاب معنی نبود و میدیدیم که روسری معنی نبود. میدونستیم در مکتب‌ها با زبان خود صحبت کنیم و مشکلی ایجاد نمیشد. ولی با این حکومتی که گویا که خودمون است، ما را میگن که ما خودکشی بیگانه پروریم، ما را خودی‌ها کشته شدن. همین حکومت امام علی رحمانوف که از تاجیکستان است، به سر ما را همین خودی‌ها زوری کردن. این خودی‌ها فرهنگ ما را، ناموس ما را، اعتبار ما را، توانایی ما را از بین برده شدند. وگرنه یک جوان در امریکا نشسته چرا از حکومت باید بترسد؟ کجا ترس هراس وجود دارد؟ خب کارت رو کردن رفتن بگی، در جای لازم باشه تنقید کو، در جای لازم باشه گفتن رفتن بگی. چرا باید از مقامات تاجیکستان در امریکا